بچه‌ها، آقا ما اومدیم با فینال رقابت سخت ماشینای ایرانی داخل GTA. بچه‌ها ما اینجا 4 تا ماشین داریم که ماشینایی که شما داخل 2 تا ویدیوی قبلی انتخاب کردید. از ویدیوی اول بچه‌ها اکثرا گفته بودید که پارس و نیسان کمتری آسیبو دیدن. داخل ویدیوی دوم اکثریت گفتید دنا باید حذف بشه و ال90 و پراید بیان به فینال رقابت سخت ماشین ایرانی. خب بچه ها این مرحله با مراحل قبلی فرق داره. بچه ها برای تست آسیب پذیری این 4 تا ماشین اومدیم بلندترین نقطه GTA و قرار این ماشین ها رو بندازیم پایین و ببینیم که کدوم ماشین آسیب کمتری میبینه و قهرمان این چالش میشه. و بچه ها همون جورم که میدونید مثل 2 تا پارت قبلی شما باید قهرمان این چالش رو انتخاب کنید. داخل کامنت رو بنویسید که کدوم ماشین از همه کمتر آسیب دید و قوی ترین ماشین این چالشه. حتما بنویسید. برو بریم تست کنیم این ماشین ها رو. خب بچه ها اولین ماشین نیست جز پارس که درش هم بازه، حالا بسته میشه، نگران درش نباشید خیلی. آقا اینو قرار ما از اینجا بندازیم پایین ببینیم چه اتفاقی میفته. خب بچه این از وضعیت اولین ماشینمون پارس که دارید میبینید دیگه. من هیچ نظری هم در مورد این نمیدم که ماشین چقدر آسیب دیده چون با شما نظر بدید. آقا دارید پارس رو میبینید، اگزوزش صورتیه، کاملا منطقیه. اگزوز صورتی آخه منطقیه کاملا. خب بچه ماشین دوم ماشین نیست جز ال90 زرد که داخل پارت قبلی هم قشنگ یادم به زرد بود. برو بریم ال90 زرد رو بندازیم پایین ببینیم میتونه پارس رو شکست بده یا نه. خب بچه ها سعی کردم 2 تا ماشین یه جا بیفتن، سعی کردم که نزدیکم بیفتن و این اتفاقم افتاد. و این از وضعیت ال90 زرده که دارید میبینید. بله این از عقب ماشین، در ماشینم که نیست، کاپوتش هم که نیست. برو بریم سراغ نیسان. به نظرتون نیسان میتونه 2 تا ماشین قبلی رو شکست بده؟ ببینیم از پسش برمیاد آیا یا نه. از بلندترین نقطه GTA پرت شد پایین نیسان. آقا من باید بگم که توقع داشتم نیسان آسیب کمتری ببینه ولی خب آسیب دید. و بله برابر همکنون نیسان رو مشاهده میکنید در حال حاضر.